با سلام، شهرام سارمی، یکی از داوطلبین در سازمان غیرانتفاعی حمایت از جوانان ایرانی IC Youth Organization. میخواستم سازمان رو خدمتتون معرفی بکنم. IC Youth سازمانی است که از سال 2004 در حقیقت تأسیس شده و در طول این زمان توانسته برنامه‌های آموزشی در اختیار فرزندان جامعه عزیزمون بگذاره. این برنامه‌ها به صورت رایگان انجام میشه و با گرفتن کمک مالی از خیرین در جامعه. برنامه‌های ما شامل غیر از برنامه‌های سمیناری که گذاشته میشه، شامل برنامه‌های ورزشی و برنامه‌های آموزشی هست. برنامه‌های کمک تحصیلی ما در 3 نقطه از شهر اجرا میشه. گولدین کامیونیتی سنتر. البته شما جزئیاتش رو من فکر میکنم که اگر به وبسایت www.icuyouth.ca مراجعه بفرمایید، میتونید اطلاعات رو بگیرید، با ما در تماس باشید، کمک های شما رو نیاز داریم. متشکرم.